یه روز شاه عباس داشته برای یه جنگی میرفته، میرسه جلوی آبادی، میبینه نیومدن استقبالش. به وزیرش میگه اینا بی احترامی کردن نیومدن، نصفی لشکر رو برده ببر آبادی رو آتیش بزنه داغون کن. میگه نمیخواد این کارو بکنه، من خودم میرم یه نفری کارو جمع میکنم. رفت دور میدون رو به جارچیا گفت جار بزنید، این شهر دیگه بزرگتر نداره. جار زدن این شهر بزرگتر نداره. اومد گفت بریم. رفتن. یه شاه عباس هم ازش سوال نکرد. رفتن جنگ و اون موقع که میرفتن یه 2 سال بعد برمیگشتن دیگه. رفتن و جنگو کردن و پیروز شدن، برگشتن سر رو نگاه کردن این آبادیه نابود شده. وزیرش رو صدا کرد، گفت چه بلایی به سر این شهر آبادی آوردی؟ گفت بزرگترش رو ازش گرفتم. گفت حالا برو آبادش کن. رفت توی شهر رو دید یه پیرمردی داره خارا رو جمع میکنه. گفت چی شده؟ گفت به دستور شاه عباس بزرگتر اینجا رو 2 سال پیش گفت بزرگتر ندارن، شهر هرج و مرج شد. خب گفت حالا بیا درستش میکنم. بردش تو میدون و گفت از این به بعد به دستور شاه عباس این شهر بزرگتر داره، بزرگترش همین پیرمرده. شهر آباد شد. خونوادم عین همین میمونه. اگر ما به مرد خونه، بچه های خونه، زن خونه یاد بدن، بهش احترام بذارن،